خب این درمانش چجوریه؟ چقدر هزینه داره؟ کجا باید درمان بشه؟ حقیقتش برم آمریکا یا آلمان؟ آمریکا، خب نیویورک. نیویورک. این دکترات از من گرفته اونجا باید درمان میشم. خب چقدر هزینهشه؟ هزینه درمانش دکترم که رابط من و اروپاییه گفت اولوش 5 میلیارد هزینه میشه. 5 میلیارد. آره کم میشم، صفر میشه اینا مثلا. اونا شلتر میشه. آره میگن که به گلبول قرمز دم اثر کرده، اینجا تو آزمایش ها معلوم میشه. دیگه گفته باید پیوند مغز و استخوان بزنیم، درست میشه اگه پیوند مغز است. نه سرایت نمیکنه اصلا. دیگه جنسشون چیه؟ سفته، مثل ناخونه تقریبا، درسته؟ مدل میشه. حالت شاخ مدله. ساق پاتم هست بس. نرسیم بزم یکی از انگشتاتو کندی کلا؟ یه انگشت کوچیکه رو خودت کندی؟ چی درش نه بابا با سیمچین؟ ای بابا مجبور بودم یا میشکست ایزگیل. زیر پاتم ببینم، زیر پاتم ببینم. 500,000 1 میلیون فقط. معلوم